درود. سلام نوکرتم، سبت بخیر. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید، پنجمین ویدیو از چنل من ایمان یا همون ایمانیل. امروز هم بچه های ویدیو مثل ویدیو قبلی آوردم براتون و اینا صرفا برای یکم ویو گرفتنه. کاملا رو راست باتون باشم، این فقط برای ویو گرفتنه. چی میگی؟ ویدیوهای جدید داریم تو را. از هفته بعدی قشنگ قرار موضوع خفن، احتمالاً ولاگ با موتور اگه دوست داشته باشین میذارم براتون و اینجور چیزا دیگه. امروز یه ویدیو آوردم براتون. اصلا بچه‌ها ویدیوها سم که نیست، خیلی خوبه، خیلی. اصلا من دوست ندارم به اینا بگم سم. آره دیگه بریم به ویدیو رو ببینیم دیگه. خیلی وقتتون رو نگیرم، ویدیو باید کوتاه باشه. آره میخوام وقتتون رو نگیرم و ببخشید بچه‌ها کیفیت صدای ویدیو ممکنه بد باشه چون از تو این ضبط میشه. هدفون ندارم الان، هدفونم یادم رفت بیارم و اینجوریه دیگه. اولین ویدیو بچه‌ها من نمیدونم واقعا چی باید بگم. توش بوده اینجوری یاد خب بریم سراغ ویدیو بعدی. ول کنیم اینی که لاش بوده یا توش بوده را. پشمام حاجی، پرام. واقعا هم تصادفاشون مثل فیلماشونه حاجی. دیدین پرواز کرد با موتور؟ کلیک بوده موتورش، فکر کنم یه چیز دیگه بود چیکار میکرد. و اینکه بعدش پا شد، بعدش از رو کاپوت ماشین پا شد رفت. داشت میافتادی دیگه میده. دمت گرم. بریم ویدیو بعدی. او خدا جان، وای خدا چقدر کیوت. این که بوسش کرد اونم خواست اینو بخوره. نه خیلی نانسه، خیلی گوگولی. اصلا بچه دوست دارم، وای خدا دلم برای بچه داداشم تنگ شده. به افتخار این ویدیو میری ویدیو بعدی. بچه‌ها شما هم یه لایکی، کامنتی، سابی چیزی وسط ویدیو ایم. قرار خوبا بیان. ساب کن همین الان. بریم بالا. خدا وکیلی دلتون برا من بسوزه. ساب کردیم، مرسی. ویدیو بعدی هم سم خوبیه ها. دختری رونی هم صدای تو چیز. حرفی ندارم. بریم ویدیو بعدی. Oh my God! بانو رو میشناسین دیگه. امیدوارم فقط من تنها نشناسمش. شما هم میشناسین، میدونم اینو میشناسین. هر کی نمیشناسه بانو. حاجی چه چیز. برو ویدیو بعدی. بچه ها ویدیو بعدی هم یه ویدیو دیگه از بانوه. بانوی دلها. اسمشو نمیگم بهتون ولی جوینده یابنده است. راهنماییتون میکنم. روسیه. پخش کنیم ببینیم چیه. بانو آی بانو بشین به روی زانو. بچه ها بانو رو دنبال کنید. منم همینطور. ساب کنید خواهش میکنم بچه ها. ساب کنید همین الان. هنوز یه ویدیو دیگه دارم
اونو برای آخر کار گذاشتم، ولی شما هم ساب کنید، نامرد نباشین. همین الان سابو بزن. اگه بشیم یکا قول میدم با بانو یه ویدیو دیگه براتون بگیرم. آره پیدا میکنم ازش، نگران نباش، فنشم. بریم ویدیو بعدی. آخرین ویدیو نوشته منم دوست دارم انعطاف داشته باشم ولی نمیذاره، قطعا نمیذاره. کی با پخش میکنم خودتون ببینید. خیلی حق خیلی رو تو خوردی دیگه، تا در مورد تو حرف نمیزنم. تا بانو هست چرا تو. خیلی خوب بچه ها، مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین و امیدوارم در آینده هم باشین. خیلی خوشحال میشم. خدا وکیلی بچه ها اینجا دستم برید، آینه افتاده روش و پاره شد. خلاصه و مرسی که بودین تا اینجا ویدیو. اگه دوست داشتین یه ساب، لایک، کامنتی چیزی بذارین. کلی ویدیو خفن داریم تو راه. یه کاری کنید انرژی بگیرم دیگه، و اول راه هم انرژیم نیاد پایین. مرسی ازتون، مرسی. تا درودهای بعدی. بدرود ایرانی، شایدم خارجی. خداحافظ.